درود بر شما همراهان عزیزم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امیدوارم که همه چیز بر وفق موردتون پیش رفته باشه. آموزش ها رو دیده باشین و تمرین کرده باشین در مارکت و ببینین که چطوری میتونه به شما کمک بکنه. این قسمت در رابطه با این هستش که چطور میتونیم سطوح کلیدی رو پیدا بکنیم. در واقع من چطور سطوح کلیدی رو برای خودم روی چارت طلا مشخص میکنم و بسیار به من کمک میکنن در ترید کردن، پیدا کردن نقطه ورود و مهمتر از اون مدیریت معاملاتی که باز هستن، داشتن دیدگاه درست نسبت به چارت و حرکات و نوساناتی که در مارکت اتفاق میفته. دوست دارم که با هم بریم روی چارت طلا و با مثال براتون توضیح بدم، چون مطمئناً خیلی راحت‌تر میتونین متوجه بشین. بذاری من داشتم حالا توی تایم پایین طلا رو دنبال می‌کردم، برم توی تایم فریم 4 ساعته و شروع کنیم در رابطه با اینکه ما چطوری میتونیم سطوح کلیدی چارت رو برای خودمون پیدا بکنیم و مشخص بکنیم. دوستان، در رابطه با کندل های مهم که میدونم در جریان هستین، 4 تا ساختار مهم رو بهتون گفتم میدونم در جریان هستین. در قسمت قبلی راجع به بهینه کردن نواحی صحبت کردم، میدونم که در جریان این آموزش های مهم هستین و حالا باید بهتون بگم که همه اینها به ما کمک میکنه که روی چارت بتونیم سطوح مهم رو پیدا بکنیم. در ادامه هم با آموزش هایی که داریم که تکمیل میشه، این موضوع خیلی خیلی برای شما میتونه راحت تر هم بشه. چیزی که میخوام بگم این هستش که آموزش ها به هم مرتبط هستن، ربط دارن و اجرایی در ادامه هم به هم پیوسته هستن. به خاطر همین حتما اگر ندیدین برین آموزش های قبلی رو ببینین و بعد بیاین این آموزش رو ببینین و بدونین که در آینده زمانی که ما جلو بریم خیلی خیلی هم بیشتر میتونین چارت رو و اون نواحی مهمش رو برای خودتون چارت رو درک بکنین و نواحی مهمش رو برای خودتون پیدا بکنین. این از این. حالا بچه ها، ما یک سری میدونین لیول هایی داریم که قیمت وقتی بهشون برخورد کنه، اول از همه وقتی که خب ساخته میشن روی چارت برای ما کاملا جلب توجه میکنن و مهم هستن، مثل این کندل بیس. این کندل بیس توی تایم فریم 4 ساعت هستم در حال حاضر و خب انتظار داریم وقتی قیمت بهش میرسه ریاکت های خوبی بده. همونطور که میبینیم برای مثال این کندل بیس قبل از این حرکت رالی هستش، یعنی لگ سعودی که ثبت شده روی چارت. حالا من اینو میندازم، قیمت اومده تایید شده و حرکت خیلی جذابی رو ازش به سمت بالا داشته. پس بیس مهم ما قیمت بهش برگشت داشته، ریاکت خوبی رو هم ثبت کرده. حالا دوباره ادامه میدیم همین رو، باز همین اتفاق افتاده. حالا یه چیزی که باید بهتون بگم، این خود بیس اصلیه. اینجا یه ریاکشن زون هم برای ما شکل گرفته، واکنشی هستش به یک زون مهم و حالا زونی که از قبل روی چارت هستش. مثلا الان این کندل بیس برای ما میشه ریاکشن زون. یعنی چی؟ ما وقتی ریاکشن زون داریم متوجه میشیم که برخورد اول به یک زون اصلی شکل گرفته. یادتونه راجع به زون فرش صحبت کردم و اولین برخورد که چقدر برای ما مهمه زمانی که میخوایم اوردر بگذاریم. این یکی از نکات مهم هستش که بدونیم برخورد اول باشه. اینجا بر مثال برخورد اول به این بیس شکل گرفته و در واکنش به همین کندل بیس دوباره میبینین قیمت اومده و حرکت رو به سمت بالا داشته. حالا چی رو میخوام بگم؟ چرا این رو دارم راجبش صحبت میکنم؟ به خاطر اینکه برای ما یک کفی ساخته شده نسبت به کندل مهمی که باعث یک لگ مهم شده، به سمت بالا حرکت رو داشته و اینجا یک کف مهم شکل گرفته که از نظر اوپن کلوز کندل ما میتونیم برای خودمون روی چارت خطش رو داشته باشیم برای اینکه ببینیم چه اتفاقی نسبت بهش توی مارکت افتاده. قیمت وقتی که بهش رسیده اگر دقت بکنیم با شادو بالای این اوپن کلوز همونطور که میبینیم بسته شده، یعنی کلوز قیمت با شادو رفته بالا و بالای این خط شکل گرفته. یعنی چی؟ یعنی توی 4 ساعت ما نیومدیم و این زون رو ببینیم که کلوز کندل 4 ساعت زیرش شکل گرفته، چون این بسیار مهمه. پس این به ما نشون میده که ببینید همچنان تو دل این کندل هم باز همین اتفاق افتاده، با شادو ریجکت شده به سمت بالا، دوباره پول بک و یک حرکت به سمت بالا اتفاق افتاده.
یعنی تا مادامی که ما میدیدیم با شادو قیمت بالای این سطح مهم ماست، ما میدونستیم که خب میتونیم توی پول بک ها به نزدیکی به کندل های بیسی که توی تایم پایین داریم بای های رو بگیریم. مثلا اینجا این اتفاق افتاده، اینجا پول بک زده، حرکت بسیار جذاب و دوباره میبینیم به همین در واقع شادو کندلی که داریم که بالای اون خط مهم ما بسته شده، دوباره اینجا پول بک داشته و یک حرکتی رو به سمت بالا داشته. پس ما میدونیم تا زمانی که به این صورت هستش میتونیم اسکلپ های خریدی رو داشته باشیم. اما چه زمانی باید حواسمون رو جمع بکنیم؟ زمانی که کلوز کندل 4 ساعته زیرش اتفاق میفته. چیزی که من در تحلیل ها دیگه میدونم یادتون هست قطعا برای شما عزیزان گفتم که اگر ما ببینیم 4 ساعته زیر تقریبا 3220 بسته بشه، ببینید از نظر عددی اینجا حوالی 3219 بیسته، تو یک فشار فروش مهم رو در چارت طلا داشته باشیم و ببینید چه اتفاقی افتاده. بعد از اینکه کندل زیرش بسته شده درجا زده و یک لگ ریزشی دیگه هم ثبت شده. به خاطر همین هستش که دونستن سطوح کلیدی برای ما مهمه، به خاطر اینکه ما باید بدونیم 4 ساعت زیرش بس دیگه اصرار به موقعیت‌های خرید بدون استاپ، بدون سیو سود نباید داشته باشیم، چون احتمالاً تا یه لول مهم دیگه قیمت حرکتش رو ادامه میده و این موضوع دونستنش برای ما خیلی خیلی مهمه. همونطور که گفتم چرا مهمه؟ به خاطر اینکه میتونیم موقعیت‌های درستی رو بگیریم، موقعیت‌های بازمون هم به درستی مدیریت بکنیم. پس این از این مورد و یک مثال برای اینکه حالا شما متوجه اون سطوح کلیدی روی چارت بشین. حالا اگر که دقت بکنین قیمت خودش رو به کجا رسونده؟ برای مثال ما وقتی که میبینیم این سطح مهم شکسته شده، احتمالاً تا کجا میتونه حرکت قیمت ادامه داشته باشه و دنبال یک کندل مهم باشیم که تونسته باشه یک سقف حالا یا کف مهمی رو اثر راه خودش برداره. چرا میگم سقف و کف؟ بستگی داره که در واقع جهت مارکت چی باشه. مثلا اینجا در حال حاضر میخوام مثال براتون بزنم، ما بعد از این کندل قرمز رنگ یک لگی رو داریم که این سقف رو شکسته. پس اینجا چی؟ کندلی که باعث اثر راه برداشتن یک سقف مهم شده برای ما میشه این کندل قرمز رنگ. پس میشه سطح کلیدی بعدی ما و باید بیایم بر خودمون روی چارت مشخصش کنیم. حالا توی تایم فریم 4 ساعته میبینیم من انداختم این رو، ولی ناحیه بزرگی از حوالی 3102 هستش تا حوالی 3134. چطوری ما میتونیم روی این ناحیه ترید بکنیم؟ توی آموزش قبلی باز راجع به این موضوع بهتون گفتم. الان باز میریم با هم ریفاین کردن رو یاد میگیریم که شما کامل این موضوع براتون جا بیفته. میریم برای مثال تایم فریم 15 دقیقه رو میاریم، برمیگردیم به هیستوری قیمتی، چارت رو برای خودمون زوم میکنیم که بتونیم اون کندل مهم رو پیدا کنیم. اینجا یک کندلی خیلی تو چشمه بچه‌ها. ببینید این کندلی که بعد از اون ما ورود حجم خریدار رو توی مارکت دیدیم، ورود نقدینگی رو توی مارکت دیدیم. چطوری؟ ببینید چه کندل مومنتومی ثبت شده، شادوهای بسیار کوچیک پر قدرت تونسته از این رنجی که قیمت ساخته بود بگذره. پس کندل مهم برای من الان جلب توجه کن این کندل. اما اینجا یه نکته کلیدی هستش. خود این کندل در واقع یه ریاکشن بوده به یک کندل مهمی که من اینجا دارم و برای من این کندل بسیار مهم هستش. یعنی اگه قرار باشه ریفاینی برای خودم روی چارت داشته باشم این کندل رو انتخاب میکنم. بذارین اینو ادامهش بدیم و ببینیم که اول از همه ما از یک محدوده بزرگ رسیدیم به یک محدوده که قابل ترید هستش و حالا باز کف محدوده هم مهمه بچه‌ها. مثلا اینجا این کندل هم مهمه، حوالی 3100-406، ولی من الان دارم براتون راجع به مثالی که تو مارکت هم اتفاق افتاده صحبت کنم. دوباره کندل بسیار مهمی اینجا داریم روی چارت. یه سوالی ممکنه برای شما پیش بیاد، سقف محدوده حوالی 3135 آیا نمیشه روی سقفش هم ما در نظر بگیریم برای اینکه خرید اگر داد وارد بشیم؟ 100% که میشه. من میرم و به شما
نشون میدم که با رسیدن به 3135 چه اتفاقی افتاده. شاید ما محدودهامون زیاد باشه ولی ما قرار نیست که توی یه روز فقط یک ترید داشته باشیم. پس اگر 2 تا محدوده، 3 تا محدوده، 4 تا محدوده خرید برای مثال داشته باشیم، 3 تا 4 تا فروش داشته باشیم، اصلا چیز غیر منطقی نیست. اصلا اینطوری نیست که بگیم ای وای حالا چیکار کنیم، روی کدوم ترید بکنیم. شما میتونید روی همه محدوده هاتون ترید بکنیم به شرطی که طبق استراتژی من اون فوت و فن مهم رو به شما یاد دادم، ریاکشن گیری رو به شما یاد دادم. ریاکشن وقتی شکل بگیره استاپ برای شما مشخصه. مثلا جفت 6 شما به خاطر همینه، چون باعث میشه که گیر نکنین توی معامله و خیالتون راحت باشه استاپ دارین. نهایتش اینه که استاپ میخورین، پس راحت میتونین ورود به موقعیت‌های معاملاتی رو داشته باشین روی بیس هایی که دارین. حالا برگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. دوستان ببینین نقطه ای برخورد به سطح ما و پرتاب قیمت به سمت بالا اتفاق افتاده. حالا راجع به سقف محدوده چی؟ بچه‌ها ببین حوالی 3135 بود دیگه، میبینین برخورد کرده بهش و حرکتی رو تا 3143 داشته، یعنی 80 پیپ قیمت به سمت بالا رفته. بذارین من یه دقیقه رو بیارم. اینجا اولین باری که به سقف محدوده شما هم رسیده و توی یه دقیقه اینگالف کرده. شما روی حوالی 3137 ورود میزدین، راحت میتونستین سیو سودتون رو داشته باشین. تا 3143 رفته، پس سود داده به شما. پس تریدری که با منه دیگه الان ریاکشن گیری رو بلده، مدیریت معامله رو بلده، وارد میشه سودش رو میگیره و بعد حالا وقتی که میبینه اینجا مومنتوم ریزشی دوباره زیاد شده، همونطور که یادتونه من بهتون گفته بودم اولین برخوردی که حالا به سطح ما شکل میگیره اگر زیر کفش یه دقیقه کلوز ثبت بکنه، تریدر دیگه باید یکم صبور باشه. حالا یه کندل رنج زد، بلافاصله بعد کندل رنج میتونین یه ریسکی داشته باشین، استاپتون رو بذارین 15 پیپ زیر کندل رنج و به همون نسبت هم روی ریوارد 1-2 وقتی خب استاپتون کوچیکه سیو سودتون رو داشته باشین. اینجا بعد از کندل رنج شما میخواستین ورود بزنین، میشده 3135 که باز تا 3139 رفته. میدونین؟ یعنی میخوام بگم که کاملا اون ریسک فری رو به شما داده. تا زمانی که میبینین دیگه کامل اومده و یک حرکت ریزشی رو ثبت کرده و فشردگونه حرکتش رو داشته. اینجا با کندل بسیار مومنتوم نزولی رو داریم توی این کندل 1 دقیقه میبینیم دیگه خودش رو رسونده به همون سطحی که داشتیم و بعد از این لگ که تونسته از این مقاومت جدیدی که شکل داده بگذره، توی پول بک ها موقعیت خرید خیلی جذابی رو فراهم کرده. و این از این راجع به سطوح کلیدی و اینکه چطوری ما میتونیم ازشون استفاده کنیم. ناحیه بزرگ باشه چی کار باید انجام بدیم، چطوری بهینش بکنیم، کندل مهم رو چطور پیدا بکنیم. مثلا این رو بگم بچه‌ها، من خودم خب میبینین دیگه نقاطی که براتون میذارم خدا رو شکر خیلی جذابه. یعنی حتی اونایی که خلاف رونده سود خودش رو 50 پیپ 80 پیپ حداقل میده. و باید بگم به خاطر اینه که خب 6-7 سال من دارم طلا رو ترید میکنم و اون تجربه خیلی به من کمک کرده. از خودتون اونقدر توقع نداشته باشین که حالا به راحتی در عرض چند دقیقه اون نکات مهم چارت رو متوجه بشین. بدونین که اینجا تجربه هم بسیار مهمه، ولی من دارم اون چیزی که سالها طول کشیده تا بهش برسم رو با شما به اشتراک میذارم که کارتون راحت تر بشه. من امیدوارم واقعا بتونین استفاده بکنین و لذت ببرین. منم واقعا خوشحال میشم از پیشرفت شما، سود کردن شما. سطوح کلیدی رو چطور مشخص کنیم؟ موضوع ما اینه دیگه، درسته؟ باید حتما حرکات مهم چارت رو زیر نظر بگیریم بچه‌ها. من تقریبا 15 دقیقه رو آوردم. ببینین اینجایی که این خط مهمه ما، این کف مهمه ما، یه بار دیگه من 4 ساعته رو بیارم ببینیم که اگه یه موقع یادتون نیست. اینجا دقیقاً سر این اوپن کلوز این کندل یادتون باشه راجعش صحبت کردم، کفی که شکسته شده. خب با این خط سبز رنگ ما فعلا روی چارت مشخصش کردیم.
حالا بریم توی تایم فریم 15 دقیقه. خب بعد از شکست این نقطه مهم انتظار فشار فروش رو داریم تا اینجا که متوجه شدیم. یه لگ ریزشی میبینیم که شکل گرفته، قیمت شروع کرده یکم درجا زده، رنج زده و یه اتفاق مهم اینجا افتاد. اگه یادتون باشه که یه بای خیلی قشنگ ما 175 داشتیم، 200 پیپ ازش سود گرفتیم و دوباره قیمت اومد 73700 رو دید و یک حرکت به سمت بالا اتفاق افتاد. اینجا برای من خیلی مهمه. بچه‌ها ببینید اولین لگ ریزشی بعد از شکست اون سطح کلیدی مهم رو داشتیم. بعد قیمت شروع کرده به رنج زدن، استراحت، تصمیم گیری، یک سری نوسانات اتفاق افتاده تا زمانی که رسیده. حالا اول از همه برگردیم اینجایی که یک دراپ بیس دراپ داشتیم، لگ ریزشی داشتیم، یک کف سازی شکل گرفت، قیمت یک حرکتی رو به سمت بالا داشت، توی برگشت بهش دوباره حرکت کرده به سمت بالا اگر دقت بکنین. اما یک موضوع بسیار مهم اینجا اتفاق افتاده، اون همین که قیمت نتونست از این کندل بیسی که توی 15 دقیقه میبینین، از این کندل رنج بگذره کلوزی رو ثبت بکنه. ببینین اگر خطش رو بندازم شما راحت متوجه میشین، قرمزش هم بکنم، نتونسته ازش بگذره. اگر میگذشت میشد یک کفسازی جذاب و دیگه ما میومدیم تو پولبک ها خریدار میشدیم، اما نتونست. پس اینجوریه که باید برای ما این علائم مهم باشن تا بتونیم سطوح کلیدی رو پیدا بکنیم. نتونست بگذره، ضعف نشون داد و یک ریزش اتفاق افتاد. مهمترین چیزی که الان توجه من رو جلب میکنه یک کف پایینتر توی این ریزش نسبت به اینجایی که قیمت داشت سعی میکرد بالا بره اتفاق افتاد. پس این میشه آخرین سقفی که فعلا فرض کنیم این قسمت چارت رو ما نداریم، اینجا رو داریم بررسی میکنیم. این میشه برای ما آخرین سقفی که باعث شکل‌گیری کف پایینتر نسبت به جایی که داشت قیمت سعی میکرد کف سازی شکل بگیره اتفاق افتاده. برای من میشه سطح کلیدی مهمم که اتفاقا وایسش رو براتون توی کانال قرار دادم. گفتم که 90-92 آخرین سقفی است که تونسته کف پایینتر بزنه. اگر قیمت رسید ضعف داد وارد موقعیت‌های فروش میشیم. اگر قیمت بتونه ازش بگذره یعنی چی؟ یعنی آخرین سقف مهم ما شکسته شده، پس تو پولبک ها میتونیم خریدار بشیم. و چه اتفاقی افتاد؟ 15 دقیقه هستیم. کندل رنج، تایید جذاب و یک لگ ریزشی جذاب شکل گرفته. اینطوریه که من سطح کلیدی مشخص هستش. هر اکتی که به سطح کلیدی من قیمت داشت به من نشون میده که در چه جهتی تریدم رو داشته باشم و چه انتظاری از تارگتی که میخوام بر خودم بذارم باید داشته باشم. اینجا چون دیگه کف مهم ما شکست، لگ های ریزشی خوبه، پس وقتی میام اینجا فروش میگیرم مقداری از حجمم رو میبندم، سیو سود هام رو انجام میدم، ریسک فری رهاش میکنم و ببینید که چه تارگتی داده. حالا بعد از این کندل های رنج بخوایم با حساب پشت شادویی که ریسک بکنه حوالی 3183 برای مثال که تا حوالی 3120 یعنی نزدیک 600 پیپ قیمت ریزش رو داشته و یک سود بسیار جذاب. قیمت بعد از اینکه رسید به اون سطح کلیدی که با هم دیدیم اکت خیلی خوب نشون داد، پول بک زد بچه‌ها به این کندل بیس. دیگه شما ساختارهای مهم رو میدونین، گفته بودم دراپ بیس رالی یکی از ساختارهای مهمه و این خودش یه ورود بسیار جذاب و مشخص رو دوباره به شما عزیزان داد و حرکتی رو حالا به سمت بالا داشتیم. همچنان سطح مهمیه. اگر قیمت بیاد و ازش بگذره دوستان برای ما علامت مهمیه و باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. میخواد بره نقدینگی بالای 3198 رو جمع بکنه و بعد باز ضعف نشون بده و ریزش بکنه یا نه قرار بالای این سطح تثبیت بده؟ چون اگر این اتفاق بیفته یه بار دیگه میره بچه‌ها برای ریتست، برای مثال 209 و 218 و اینجوریه که من دیدگاه میگیرم نسبت به چارت و نوسانات و اتفاقاتی که افتاده و این موضوعات به من بسیار کمک میکنه. همیشه شما باید این دیدگاه رو بتونین بر خودتون روی چارت داشته باشین. با تمرین دوستان عزیزم، همیشه میگم تمرین مهمترین چیزه و برای من بسیار مهمه که دوستانی که همراه هم هستن با دل و جون آموزش ها، وایس ها،
تحلیل هایی که بچه‌ها روزانه براتون میذارم، هر روز اولین چیزی که میذارم دیدگاهه. این دیدگاه ها هم آموزشه، همین که به شما کمک کنه سود بگیرید. یعنی واقعا یک نظم و دیسیپلینی داریم که بسیار کمک کننده هستش و امیدوارم که بتونیم بیشترین استفاده رو ازش داشته باشیم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.